شدن که دیدن به روزرسانی این مشکل حل شود. دکتران شفاخانه قاضی امان الله خان ششمین کنفرانس علمی و تحقیقیشان را در 11 بخش مختلف طبابت برگزار کردند. در این کنفرانس که روز شنبه در کابل برگزار گردید، روی جراحی اعصاب، فشار خون بلند و برخی موضوعات مهم دیگر صحبت شد. دکتر حشمت الله نوابی رئیس شفاخانه قاضی امان الله خان گفت که هدف از این کنفرانس علمی و تحقیقی شریک ساختن نتایج معلومات و دستاوردهای دکتران در بخش‌های مختلف با همدیگر می باشد. هدف از دایر کردن این کنفرانس‌های علمی تحقیقاتی واضح از نامش پیداست. تحقیقات علمی را که دکتر صاحبای ما در شفاخانه شامل قاضی و بعضی دوستای دیگه ما در شفاخانه دیگه شهر کابل انجام دادن، ما می‌خوایم که نتایج تحقیقات از اونها را برای تمام دوستا واضح بسازیم. این در قسمت رشد مسلک طبابت یک رول بسیار مهم میتونه بازی بکنه و خود تحقیق میتونه که باعث رشد طبابت در افغانستان شود. در گذشته نیز 5 کنفرانس‌های علمی و تحقیقاتی مشابه در شفاخانه قاضی امان الله خان برگزار گردیده است. این در حال است که یکی از عوامل رفتن مریضان به خارج از کشور پایین بودن ظرفیت خدمات صحی پنداشته می شود. به گفته مردم، اگر ظرفیت خدمات صحی در افغانستان بلند برده شود، نیازی وجود ندارد تا افغانها برای تداوی با مصرف پول گزاف به خارج از کشور سفر کنند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.